درود بر شما. برنامه اخباری آزادی است با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. من شالو گلخوجت در خدمت شما قرار دارم. نخست از سرخط موضوع برنامه امروز 27 август میگوییم. سوختار در مسکو و قهرمانی مهاجران توجیک. تلویزیون روسیه 24 میگوید دو جوان زاده تاجیکستان کودک خردسال را از مرگ نجات دادند. در چارسوی زندگی و آهی دل مادری که با فرزندان نابالغش بی سرپناه در کوچه مانده است. دیگه نه هیچی رو ندارم. دلم با فرزندان میسوزه. و در توکیو شهرداری با گذاشتن حاجتخانه های شفاف تلاش دارد مشکلات مربوط به پاکیزگی این جای جمعیتی را رفع کند. دو مهاجر توجیک یک کودک خردسال را در غرب مسکو از علنگای آتش نجات دادند. سوختار در یک بینای بلند آشیانه استقامتی دیروز به عمل آمد. در کانال روسیه 24 در شبکه یوتیوب درباره این حادثه گزارش نشر کردند. دو جوان زاده تاجیکستان که از آنها فردوس و دلیر نام برده می شود نیز در همین بنا زندگی می کردند. آنها نخست به زن جراحت برداشته کمک رسانده، سپس طریق زینه‌پایه اضطراری کودک خردسال همسایه را از خانه آتش گرفته به بیرون برآوردند. پدر دختر بچه از قهرمانی این دو جوان توجیک ستایش کرد. خودی آنها گفتند قرض انسانی را به جا آوردند. خبرگزاری های روسی میگویند سوختار در بینای استقامتی 55 متر مربع را فرا گرفته از زبان آتش 16 نفر نجات یافتند. دیروز فدراسیای اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان رئیس جمهور امامالӣ رحمون را نامزد خود در انتخابات پرزیدنتی قریب الوقوع پیشبری کرد. از این پیشتر 4 حزب سیاسی تاجیکستان نامزدانشان را به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند. انتخابات 11 اکتبر برگزار می شود و ظاهراً سیناریوی این معرکه سیاسی تکراری سال 2013 است. در این باره صحبت میکنم با میرزانبی خالقزاد که موضوع را پیگیری دارد. درود بر شما. و میتوان گفت با آنکه الکی اسم امامالӣ رحمون به حیث نامزد صدا داد، دیگر در کارزار انتخاباتی در پیش ایستاده معمای باقی نمیماند. نه، برعکس اینتریگ بیشتر می شود، زیرا نامزدی امامالî رحمون را فدراسیای اتفاقهای کسبی مستقل پیشبری کرده است. انجمن حزب خلق دموکراتی هنوز برگزار نشده است. حالا چشمها فقط به انجمن حزب حاکم خلق دموکراتی و اتفاق جوانان تاجیکستان دوخته شده است که نامزدهایشان کی خواهد بود. حزب حاکم خلق دموکراتی و حزب کمونیست میگن انجمنهای خود را در اول ماه سپتامبر برگزار خواهند کرد. احتمال می رود حزب حاکم نامزدی رستم امامعلی را پیشنهاد کند و با این ما شاهد رقابت پدر و پسر برای دست یافتن به کرسی پرزیدنتی شویم. چند روز پیش رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، یگانه حزب مخالف حکومت که از شرکت در کارزار انتخاباتی دست کشید، گفت اگر نامزدی رستم امامعلی پیشنهاد شود میتواند پیامدهای ناخوب داشته باشد. ببینید، به هر حال اکثر نامزدها پیشبری شدند. مرحله بعدی چی خواهد بود؟ خب، بر اساس نقشه کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان نامزدها به مقام پرزیدنتی باید تا 15 سپتامبر ثبت نام شوند. بعد این مرحله جمع‌آوری امضاها به طرفداری از نامزدها شروع می شود که باید تا 30 روز پیش از انتخابات جمع آورده شوند. هر نامزد را ضرور می شود که به طرفداری از خودش حدود 230,000 امضا را جمع کند. یادآور می شوم که در انتخابات قبلی سال 2013 آینی حال بابا نظر و نامزد مخالفین به جمع‌آوری امضاهای ضروری برای ثبت نام نامزدیش موفق نشد و از ادامه رقابت برای کرسی محروم گردید. از روی ترتیبی که کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان معین کرده است، حالا نامزدها برای تبلیغ برنامه‌های خود 25 روز مهلت دارند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان شماره پیشکی عمومی انتخاب کنندگان در کشور 4,900,545 نفر اعلان کرده است که روز انتخابات پرزیدنتی در 68 حوزه رای خواهند داد. همچنین با قرار این کمیسیه در 29 دولت خارجی برای شهروندان تاجیکستان حوزه‌های انتخاباتی باز می شود. سپاس برای صحبت. یادآور می شوم که در زمان مستقلیت تاجیکستان بار ششم است که انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. ناظران کشورهای غربی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا همواره گفتند که هیچ یکی از انتخابات ها در تاجیکستان شفاف و عادلانه و طبق معیارهای بین المللی نگذشته است.
رو میارم به قرغیزستان. در این کشور باشد برای اولین مرتبه در تاریخ این دولت حزب سیاسی از طریق فند رایزینگ و یا خود مبلغ خیریه garavpulii انتخاباتی رو جمع آوری کرده است. حزب اصلاحات طی 20 روز 65,000 دلار به دست آورده است. برای حزب مذکور که اعضای آن یگان ثروتمند یا منصبدار بانفوذ نیست، این مبلغ بینهایت کلان است. محض با کمک مالی مردم عادی این حزب امکان پیدا کرد که در انتخابات پارلمانی شرکت ورزد. گزارش تلویزیون نستایشی وریمه رو خیرمان بقازاده تقدیم میکند. این جهاز از دفتر کاری من است. بعضی چیزها را از اپای ریتا گرفتیم. هر کس چیزی توانست داد. برای میز و کرسی نو پول حزب نرسید. تمام پول با اجاره دفتر، 2 اتاقچه و 2 گوشه خردی کاری که با پلاستیک جدا شده است صرف شد. در اینجا قهوه و آب و چای می نوشیم. حزبی که در عضویتش یگان اولیگارخ نیست در کشور معروف ترین شده است. فعالان، خبرنگاران، آموزگاران توانستند برای تأسیس یک پایگاه یگانه کاری به موافقه برسند. من تا حال احساس نمی کنم که در سیاست و یا سیاستمدار هستم. من خود را همچون یک سیاستمدار اختیاری ارزیابی می کنم. این حزبی بی پول ولی بسیار پرتلاش را مدتی دراز کسی جدی نمی گرفت. وقتی فعالان حزب گفتند که برای سپردن garavpulii کمیسیون مرکزی انتخابات پول جمع می کنند، نفرانی کم باور داشتند که ساکنان قرغیزستان آماده می شوند که برای سیاست خیر بکنند. یک بلاگر با نام عظیم عظیموف بود که او درباره شبهش یک ویدیو هم نشر کرد. او حتی پیش از مهلت ما را از رقابت بیرون کرد. او گفت که شما پول را جمع کرده نمیتونید. ولی در اصل بعد 2 هفته خود اعضای حزب اصلاحات هم در حیرت ماندند. حزب نو 5 میلیون سوم جمع کرد که تخمینا 65,000 دلار است. این پول برای garavpulii جمع شد و تمام معلومات را حزب اصلاحات در وبسایت خود نشر کرد. آدمان 100 200 150 سوم میدهند. به نظر من این بیانگری آن است که مردم میخواهند حزبی را که از آن امید زیاد دارند دستگیری کنند. یک سابق دادرسی پالاتای کانستیتوسیونی میگوید که در گذشته در انتخابات حزب‌های اشتراک میکردند که از جانب ثروتمندان قرغیز مبلغ گذاری میشدند. معمولا حزب‌ها به انتخاب کننده ها پول میدهند که آنها آواز دهند، ولی به ما پول دادند تا که در انتخابات اشتراک کنیم. ولی قسمی از این پولها از حساب اعضای حزب جمع شده است. برخی معاش خود را دادند، دیگرها قرض گرفتند. روزنامه‌نگار از یک جکشیف ماشینش را فروخت. اگر حزب او عضو پارلمان شود، از روی قانون دولت پولش را برمیگرداند، اگر نه به ماشین و به مقام میماند. ولی بسیاری آنها به این اندیشند که حتی در صورت مغلوبیت حزب در انتخابات آنها الکی دست بالا شدند، چون که این اولین بار است که در قرغیزستان انتخاب کننده های عادی نامزدهای انتخابات پارلمانی را مبلغ گذاری میکنند. آنها نمیخواهند به سیاستمداران سابقه دار سرمایه گذاری کنند و میدانند که بر عوض اجرای وعده های کردهشان را طلب کرده میتوانند. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریمه بود. در ادامه برنامه بینندگان عزیز مطلب داریم درباره سرنوشت تلخ یک زن سرفرزند در ноҳияи восеъ. اما قبل از آن به یک آگهی توجه کنید. شما برنامه خبری رادیو озодӣ رو тамошо доред. یک مادر سرفرزند در ноҳияи восеъ چند روز اینجانی با کودکان نابالغش به قوله در میدان مانده است. دادگاه قرار کرده است این عائله خانه‌ای را که سالهای طولانی سرپناهشان بود خالی کنند. حالا این زن با فرزندانش در چارسوی زندگی حیران مانده و نمیداند دادش را به کی بگوید. محمود رحمتزاده احوال آنها را به نوار گرفت. این 5 طفل یک هفته باز شب را در پشت دیوارهای خانه روز میکنند. خانه‌ای که در آن به دنیا آمده و کلان شده اند. دیگر حق گشادن قلف در را ندارند. مادر طفلان میگوید جایی برای رفتن ندارند.
من رو وزیدم میرم من همی فرزندم قبل اگر بانو میخدا کنم جخمه کار میکنم همش از سود میکنم دیگه نه دیچی رو ندارم. دلم با فرزندم میسوزه. کارمندان دادگاه واسه 20 август با طلب نزدیکان شوهر مطلوبه عزتова اینها را از خانه بیرون کرده اند. دیگه ما هم جخه گولکو خوردی به خورد اینا کلون میشوند 14 سال میشینه بعد 14 سال پیدا میشوه یعنی کلونی اپای شوهرم. ما در همین سود 3 بار دیدیمشون. در حیاتمون دیدگی نیستیم. هیچ کس دیدگی نیست نمیدونند جمعی که امشونه. مطلوبه عزتова 46 سال دارد و 25 سال پیش با ویتسلاف گلیولینی تترتبار ازدواج کرده بود. 6 سال پیش شوهرش به روسیه رفته دیگر برنگشته است. بارها میگوید به مقامات برای گرفتن الیمن مراجعت کرده است ولی به نتیجه. گولاکو گفته سن اجرا چیست؟ اقلا الیمن تیمورا بگیریم بتن نمیده که همین تفی همه گولاکم چه خیلی گرفت پرتوفتش بخدا رنگی گفتم دیلم در زمین زد که او که من درمندیه اینه قوغزاش یه چشمکش نمیبینه با منزلی که همکنون او را از آن بیرون کرده اند از خواهر خوشدامنش بوده است. میگوید با وجود آنکه در قید این خانه بود او را از سهمش محروم کرده اند. مرتا ریبچینکا خواهر شوهر مطلوبه در یک صحبت تلفنی گفت که این منزل به مطلوبه و شوهرش ربطی ندارد و آنها از دادگاه خانه خود را طلب کردند. رئیس جماعت شهرک واسه گفت این زن مراجعت کند حکومت می تواند به آنها قطعه زمین دهد تا آنه که مطلوبه با 5 طفل سرپناه مییابد جز زیستن در پشت دیوارها میگوید جای رفتن ندارند. اکنون به موضوع روزمره رو میارم که صحبت در اطرافیان چندان خوشایند نیست. مشکلات پاکیزگی حجتخانه ها که قریب در اکثریت کشورها وجود دارد شهرداری توکیو را در فکر نوگانی انداخت. در این شهر حجتخانه های شفاف را نصب کردند که از بیرون آن می شود به تازگی و به خطر بودن این مکان جمعیتی بها داد. موضوع را کیومرسی عطا ادامه میدهد. در خیابان‌های توکیو پایتخت ژاپن حاجتخانه‌های سریراهی شفاف و رنگارنگ پیدا شدند. حکومت توکیو تصمیم گرفته است با این کارش ثابت کند که حاجتخانه‌های این شهر یکی از پاکیزه‌ترین‌ها در جهان است. حالا دست کم در 2 گوشه چنین حاجتخانه‌ها را گذاشتند. دیوارهای شیشگی آن شفافند و داخلش نمودار نیست. تنها بعد از آنکه شخص وارد این حاجتخانه‌ها شد و در را از داخل قفل کرد، دیوار شیشه‌ای رنگ دیگر و تیره تر می‌گیرد و داخل نانمایان می شود. این تجربه نخستین توکیو تویلت پروژکت است که برای عملی کردن آن 16 دیزاینر برجسته زحمت می کشند. هدفشان این است که اثبات کنند توالت یا حاجتخانه تنها جای تاریک و افلاس نیست، اما فعلا این کار به آنها پررد دست نداده است. این زن میگوید به نظر می رسد که بسیار حاجتخانه زمانوی است، اما من در آنجا احساس راحتی نداشتم. این زن میگوید که من بیشتر از حاجتخانه های عمومی استفاده میکنم و بنابراین چیزی برای مقایسه وجود دارد. اینجا در حال دیدن ممکن است که در داخل آن کدام شخصی شبهناک پنهان نشده است. بنابراین حتی اجازت میدیم که کودکانم به آنجا روند. اگر این تجربه موفق شمرده شود، چنین حجره های شفاف و رنگارنگ در تقریبا 20 محل دیگر توکیو نصب کرده خواهد شد. اما برای این ساکنان شهر را ضرور است که نگاه خود را به حاجتخانه های عمومی یا جمعیتی دیگر کنند. بینندگان عزیز، با همین گزارش میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته شده است و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب میتونید نوارها را ببینید. فردا من شما را در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید.